Assalomu alaykum. Men Hikmatullo Jo'rayev. Imroz 6 fevral است. ما خواستیم که از جلوی کارما کمتر به شما نوار کنیم. خب اهمیت اینه که ما به اینجا خوراک دادیم. از بولوش کهی گندم موندیم. مقصد از این کلمه لوحه کالیفرنیایی در تاریکی نقص کار میکند. حتی تاریک باشد تو بولوش برامده همه جوشه خوب میخورد و خودش آزاد حس میکنه در تاریکی. برای اینکه کلمه لوحه کالیفرنیایی چشم ندارد با واسطه تنش حس میکند روشنی و تاریکی را. خب من اینجا ما در بلندی 5 سانتیمتر خوراک داده ایستادیم. این پوریگو است. خب اینچنین ما خب شربت شنیز میگیریم. این ورمی چای میگود. یعنی این نشان میدهد که ما کوشش میکنیم عاقلانه از امکانات ها استفاده کنیم. ورمی چای رو گرفتم. پس به این گونه قطعی ها جایگیری میکنیم و مشتری ما دا دسترس میکنیم. نصیب. خب نمیش معتدل است. کلمه لوحه کالیفرنیایی آزاد میگردد. سالها پیدا شود آیدی کلمه لوحه کالیفرنیایی مرحمت شما میتونید در کامنتار نویسید. خب اهمیت داده باشه اینجا سبزی داده ایستاده است و در اینجا کلمه لوحه کالیفرنیایی فعالیت دارد. هیچ وقت آنچه که می سبزد کلمه لوحه کالیفرنیایی ضرر نمی رساند. برای اینکه این خداوند هم خیلی آفریده است. اینه بگیم که در گینشون هست. این فقط آنچه که میپسد همون میخورد. خیلی است. و ترتیب خوردنش نیز نسبت به آدم فرق دارد. مثلا من نگاه کنید اهمیت داده باشه در ویدیو نه اونقدر معلوم است لیکن من خب همین اهمیت داده باشه همه جایش خوردگی خودش ماندگی است. یعنی اینا به ترتیب میخوره. آهسته آهسته یکی یک بار موبایلش غلطیده نمیخوره. این گیردش خورده میرد. من اهمیت داده باشه من نگاه کنید. این اثبات سخنی من. یعنی مثل آدمان از جای گوشتش نمیخورد. خب با این روز همین است. دوستان عزیز و کاری همه موفقیت بردباری خواهانه و همیشه در پناه خداوند باشند.